بیاد یه قولی امروز به هم بدیم. قول بدیم به اندازه و ظرفیت هیچ انسانی دست نزنیم. وقتی به ظرفیت و اندازه همدیگه دست میزنیم، مثل این میمونه به یک مگس بال پرواز عقاب میدیم. اون زمان اونقدر اوج میگیره که دیگران رو نمیبینه. غرور منیت ورش میداره و خودش رو در جایگاهی میبینه که تو اون جایگاه احساس غرور، فخر فروشی و برتری میکنه. اون زمان میشه خداوندی که خدایی بلد نیست. هیچ وقت رفیق من یک لیوان ظرفیت یک پارچ آب رو نداره. یادت نره.